خب بسم الله الرحمن الرحیم. در درس گذشته ما شما بحث کردیم در قوانین. ما شما گفتیم که کمپانی مختلف است که در بخش جور کردن قوانین کار میکنن، که یکی از این کمپانی ها آیس او بود و آی تریپلی هستند. این ارگان هاست، خاص ارگان هاست، خاص کمپانی هست که قوانین جور میکنن و از این قوانین برای از شبکه اینترنتی استفاده میشه. قوانین برنامه دی سی پی بود که دینامیک هوست کانفیگریشن پروتکل است. یک قانونی است که به قسم اتومات آی پی ادرس ها برای چی تهیه میکنه؟ برای کلاینت ها. و مثلا دی ان اس قانون است، دومین نیم سرویس پروواید ماپینگ between domain name in IP address. این قانونی است که نام را با آی پی و آی پی را برام ترجمه میکنه یا ترانسلیت میکنه یا مپ میکنه. و بعد یک قانون دیگه وجود داره به نام FTP File Transfer Protocol which enable uploading and downloading a file between hosts on the network. FTP یک قانونی است که به خاطر اپلود کردن و دانلود کردن فایل ها استفاده میشه. یعنی زمینه به خاطر اپلود نمودن و دانلود نمودن مساعد میکنن. اگر ما شما رو بخوایم که فایل ها را اپلود و دانلود کنیم، در صورت ما ضرورت می‌داریم که کجا بریم؟ FTP را باید ارسازی کنیم. و مقسم قانون دیگه برای تلنت است که تلنت امکانات میده اگر ما شما رو بخوایم که ریموت در یک شبکه دیگه لاگین شیم، ضرورت به کدام قانون داریم؟ تلنت. اما قسم HTTP Hypertext Transfer Protocol enable transfer of web page from web server. HTTP قانونی است که زمینه فعال نمودن صفحات اینترنتی رو مساعد میکنه از وب سرور به کامپیوترها، کلاینت ها. و مثل قانون دیگه SMTP بود که یک قانونی است که زمینه سر نمودن ایمیل ها را مساعد میکنه در یک شبکه. اگر ما شما رو بخوایم که ایمیل سند کنیم، در صورت بداریم که به SMTP برایم. همین قسم قانون دیگه که روز گذشته بحث کردیم در برای NNTP بود، Network News Transfer Protocol. این قانونی است که یک خبر یا نیوز از طرف سرور به کلاینت برودکاست میکنه یا روان میکنه. IRC Internet Relay Chatters client used by millions of people in thousands of organizations to communicate, share, play and work with each other. IRC یک قانونی است که زمینه چت نمودن را مساعد میکنه. اگر ما شما رو بخوایم که چتینگ انجام بدیم، در صورت ما ضرورت به چیز داریم؟ قانون IRC داریم. همین قسم دو قانون دیگه وجود داره که یکش TCP است و دیگهش UDP. TCP Transmission Control Protocol است و UDP Radiogram Protocol است. بحث کردیم که TCP یک قانونی است که معلومات را انتقال میده ولی به قسم Communication Oriented Protocol نیست، یعنی به قسم اعتماد نیست. ولی UDP Radiogram Protocol هم یک قانونی است که معلومات را انتقال میده آن ریلیبل است، یعنی این به قسم اعتماد روان نمیکنه. ولی TCP Communication Oriented Protocol است. فرض کنین دو کامپیوتر داریم، دو کامپیوتر میخواد کمیونیکیشن انجام بده. اگر معلومات از کامپیوتر اول میره به کامپیوتر نمبر دو، اگر TCP کار میکنه معلومات که از کامپیوتر نمبر یک میره به دو، پس از کامپیوتر دومی پس به اول خبر میکنه. کی کار میکنه؟ TCP. ولی UDP چی کار میکنه؟ معلومات میبره از کامپیوتر به کامپیوتر نمبر دو. اگر رسید خوب، اگر نرسید به قصهش نیست که در آفتی که در هر جای رسید. مسئولیتش نداره. اون میگه UDP. چه سن؟ تعریف شخص است که ترانسمیشن کنترل پروتکل قانونی است که معلومات به قسم اعتماد روان میکنه از یک پوینت به پوینت دیگه، پس به جانب مقابل خبر میده. ولی UDP یوزر دیتاگرام پروتکل این قانونی است که معلومات انتقال میده از یک شبکه به شبکه دیگه ولی به قسم اعتماد نیست. وظیفه هر دو قوانین همی است که معلومات را انتقال میده از یک شبکه به شبکه دیگه. ولی ما میتونیم این کار انجام بدیم که مثلا عادی مامورین باید از UDP استفاده کنند. مسئله که مهم است و باید بره و با TCP است خدمات TCP استفاده کنند. ولی سوال دیگه است که چه قسم میتونم میره مشخص کنیم توسط سرورهای سکیوریتی. در سرورهای امنیتی ما میتونیم این کانفیگریشن انجام بدیم که بگویم به مردم که شما باید از چی استفاده کنید، به UDP بروین یا به TCP بروین. IGMP که امروز ما شما سرشان بحث میکنیم اینترنت گروپ مسیج پروتکل است. هدف از این چیست؟
فرض کنید اینجا ما سرور داریم سیستم. این سرور میخواهد که معلومات روان کنه به کامپیوترهای دیگه، ولی به قسم گروپی. یک پیام اگر ایره بخوایم که به قسم گروپی از سرور بر مکمل شبکه بره، در صورت ما ضرورت به یک قانون داریم که او قانون برام چی میشه؟ IGMP. اینترنت گروپ مسیج پروتکل قانونی است که یک پیام به قسم گروپی از طریق سرور برای مکمل شبکه روان میکنه همزمان. یعنی به این معنی اگر ما ایره بخوایم که یک پیام روان میکنیم که هلو به این کامپیوتر هم باید برسه، به این هم برسه، به این هم برسه، اینجا قانون کار میکنه که قانون برام چی میشه؟ IGMP. و ایره باید ما شما یاد بگیریم که اصلا قانون میره به این شبکه مکمل. ببینین در صورت شما ضرورت به این هم دارین که باید اینمی پروتکل باید اینجا فعال باشه. همزمان این قانون باید بره و به اینمی شبکه هم باید بره و برزو به شبکه دیگه هم به کامپیوتر دیگه هم باید بره و وظیفه امی چی است؟ امی IGMP است. اگر IGMP نباشه این امکان نداره. به این معنی است که یک مثال داره، ما شما موبایل استفاده میکنید، اگر وقت شما میبینید که در موبایلتان صدها مسیج مثلا MTN می کمپانی دیگه می همزمان در یک وقت از طریق یک موبایل از طریق کمپانی به شما پیام میاد که امروز تلفن ارزان است، یا مثلا اسم پیام کمپانی اکثرت نمیشته میکنه، ما شما میبینیم که از این ساعت به ساعت شما اگر زنگ میزنید به تخفیف دارین. خب حالا چی است که این کار میکنه؟ در اینجا یک قانون وجود داره که در کمپانی مخابراتی این قانون کلش استاندارد است، هم در نتورک هم در کمپانی مخابراتی. در کمپانی مخابراتی نتورک به نام تلی کمیونیکیشن است و در اینجا که ما شما کدام نتورک استفاده میکنیم این دیتا کمیونیکیشن است. چی است؟ دیتا کمیونیکیشن. پس IGMP تعریف میکنیم که اینترنت گروپ مسیج پروتکل یک قانونی است که به قسم گروپی یک پیام از طریق سرور برای مکمل شبکه روان میکنه. همزمان شما دو نفر هستین یا سه نفر هستین، کمپانی میگه که در این ساعت چقدر مردمی که اتومات باید پیام برشون کنه. این کار امی است که همزمان است. TFTP Travel File Transfer Protocol provides simplex file transfer for network booting device. توجه باشین اگر وقت شما اینستالیشن کردین، اینستالیشن ویندوز شما بلد هستین، امی سی دی ویندوز که میندازین در کامپیوتر به شما میگه بوت کنین ایرا. چی کنین؟ بوت کنین. ما ایرا میگیم که نه، ما این اینستالیشن از طریق اینمی سرور انجام میکنیم. اینستالیشن باید از طریق چی انجام شد؟ سرور. ولی وقتی که اینمی فایل ها میره از این سرور میره برای مکمل شبکه، وقتی که اینمی فایل میره مثلا انتقال میشه، این فایل انتقال میشه از کجا؟ از این سرور انتقال میشه و میره به شبکه. دو صورت فایل ها بوت میشه. یعنی به این معنی ما ایره میخوایم که هم در یک وقت صدها فایل ها را انتقال بدیم، یعنی اینستالیشن انجام بدیم. اینستالیشن یک انجام بدیم که اگر ایره بخوایم که از این کامپیوتر سر مکمل شبکه اینستالیشن صورت بگیره، ضرورت به این است که این کامپیوتر سی دی رام باشه یا این کامپیوتر باشه یا این کامپیوتر باشه. در کامپیوترهای دیگه سی دی رام وجود نداره. ولی ما میخوایم اینستالیشن از کجا انجام شد؟ از طریق سرور باید انجام شد. و وقتی که این اینستالیشن از طریق سرور انجام میشه و این میره به شبکه، دو صورت متوجه باشین ضرورت به این است که اینمی فایل ها وقتی که میاد در این ساحه و این برودکاست میشه، پخش میشه، به این چیزی که لازمی است این است که یک قانون کار میکنه و این قانون برای تیپ تیپی باشه و این کار عموما چی کار میکنه؟ چی میکنه؟ تیپ تیپی میکنه. یعنی امی تیپ تیپی است که زمینه را مساعد میکنه وقتی که اینستالیشن از طریق چی انجام میشه؟ از طریق سرور انجام میشه. اگر
تی پی نباشه پس اینستالیشن هم سر مکمل شبکه انجام نمیشه. خب پس ما میتونیم تی پی را تعریف کنیم. تی پی کدام قانون است؟ قانونی است که به قسم اتومات یا قانونی است تریول تی پی وظیفه‌اش است که به فایل ها را بوت میکنه در نتورک اینستال میکنه از طریق سرور به مکمل شبکه و سر مکمل شبکه اینستالیشن چی انجام میشه؟ ویندوز انجام میشه، ایکس پی، ویستا، 7 و ویندوز های دیگه. متوجه باشین قانون دیگه که به نام NFS است. Network File System Enable Sharing Directory Between Hosts on the Network. این قانونی است که زمینه شیر ساختن دایرکتوری را مساعد میکنه در یک شبکه بین کامپیوترها. اگر ما شما را بخوایم که فایل ها را شیر کنیم از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه، در صورت ما ضرورت به NFS داریم. ضرورت به چی داریم؟ NFS. یعنی NFS یک قانونی است که زمینه شیرینگ را مساعد میکنه. زمینه شیرینگ به این معنی اگر ما شما در کامپیوتر معلومات داریم و این را میخوایم به کامپیوتر دیگه انتقال بدیم، فرض کنید اینجا معلومات هست و این میاد با کامپیوتر دیگه و این کاری که انجام میده این معلومات شیر میشه، این توسط قانونی چی میشه؟ NFS میشه. NFS یک قانونی است که زمینه شیر ساختن معلومات را مساعد میکنه اگر این را بخوایم که از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه معلومات شیر کنیم. متوجه بشین قانون دیگه که است SNMP است Simple Network Management Protocol Provide Network Management Service. این قانونی است که پروواید میکنه. چرا پروواید میکنه؟ نتورک منیجمنت. هدف از این است که مکمل شبکه را مدیریت میکنه، مکمل شبکه را کنترل میکنه، کدام قانون کار میکنه، کدام قانون کار نمیکنه، چه مشکل داره. یعنی یک مثال داره SNMP که در یک اداره ما مدیر است. این مدیر مکمل شبکه را کنترل میکنه، اداره کنترل میکنه. در او اداره مثلا مدیر استاد کنترل میکنه، شاگرد کنترل میکنه، مکمل امکانات هر چیزی که است وظیفه اون مدیر است. و تطبیق کردن قانون و جو کردن قوانین. اما قسم یک قانون دیگه وجود داره که این قانون چی کار میکنه؟ این قانون مکمل شبکه را میبینه، کنترل میکنه که در کجا مشکل است. این مشکل باید چه قسم حل شود و چه قسم باید به اما کس مسئول خبر داده شود. توسط SNMP انجام میشه. Simple Network Management Protocol Provide Network Management Service. متوجه باشین قانون دیگه که است ICMP است Internet Control Message Protocol. اینترنت کنترل مسیج پروتکل. این یک قانونی است که IGMP را کنترل میکنه. هدف از این قانون چی است؟ متوجه باشین. IGMP به این معنی که یک کو ICMP است اینمی ICMP چی کار میکنه؟ ICMP وظیفه‌اش است که IGMP که ما شما گفتیم که یک پیام به قسم گروپی با مکمل شبکه روانه. صحیح؟ ولی ICMP ایرا میبینه، ایرا تست میکنه که آیا این پیام که میره از طریق سرور آیا به مکمل شبکه رسید یا نه، یا تنها به این شبکه میاد یا به این میاد. هدف از این است که ICMP ایرا کنترل میکنه. اینترنت کنترل مسیج پروتکل وظیفه‌اش است که IGMP را کنترل میکنه. وظیفه‌اش است که در داخل شبکه میبینه که آیا این پیام از طریق سرور برای مکمل شبکه برودکاست میشه یا نه، آیا پخش میشه یا نه. ببینین قانون دیگه که است ARP Address Resolution Protocol used to translate 32 bits IP address to 8 bits Ethernet address MAC address. هدف از این است که ARP یا Address Resolution Protocol یک قانونی است که IP ادرس را ترجمه میکنه با MAC ادرس. IP ادرس یک منطقی ادرس است. ولی MAC ادرس چی است؟ یک ادرس فیزیکی است. هدف از این است که اگر ما شما یک شبکه داشته باشیم، این شبکه فرض کنین سیم شبکه‌ای که اینجا داریم،
یک شبکه دیگه فرض کنید این شبکه یک کامپیوتر پرایوت آی پی داره، طبعا این پرایوت آی پی است و ما شما گفته بودیم که پرایوت آی پی تکرار میشه. فرض کنید ما به این کامپیوتر یک آی پی میدیم، یک دات یک دات یک دات یک. صحیح؟ اما مثلا در سرور ما آی پی میتیم دو دات دو دات دو دات دو. حالا متوجه باشید در اینجا در سرور هم ما یک آی پی میتیم دو دات دات دو دات دو دات سه یا یک. متوجه باشین در این کمتر هم ما آی پی میتیم یک دات یک دات یک دات دات یک. شما میبینید که فعلا آی پی ای کامپیوتر سیم است. از این کامپیوتر چند است؟ یک دات یک دات یک. صحیح؟ آی پی جانب مقابل کامپیوتر هم که است که در شبکه دیگه است پخش کنید در باختر است یک دات یک دات یک دات یک. ولی میبینیم که در این کامپیوتر آی پی ادرس چند بود؟ دو دات دو دات دو دات دو. ولی در این کامپیوتر آی پی ادرس بود دو دات دو دات دات سه. اگر یادتان باشه ما شما بحث کردیم درباره پابلیک و پرایوت. پابلیک ادرس هایی بود که تکرار نمیشه. شما میبینید که دو 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 و اینجا دو دو سه است. و پابلیک آی پی ادرسی است که با رجیستریشن ضرورت نداره. پابلیک آی پی ادرسی است که با پیمنت ضرورت داره. شما مجبور هستین هم پیمنت کنین هم رجیستر کنین. ولی پرایوت که است تکرار میشه. میبینیم که در اینجا آمده و اینجا آمده. خب فرض کنین اینمی نفر دستن شنششته. این میخواد معلومات روان کنه با باختر با یک کامپیوتر. وقتی که این معلومات از این کامپیوتر میره به این با جانب مقابل اینجا کامپیوتر میگه ما خب ما مکسم آی پی داریم و این خب ما مکسم آی پی داره در جانب مقابل. این کانفیوز میشه. پس اینجا ARP چی میگه؟ ARP یا Address Resolution Protocol این میگه درست است. آی پی ادرس های کامپیوتر شما جانب مقابل و کامپیوتر دیگر سیم است. ولی چیزی که لازمی است مک ادرس شما متغیر است همراهی. و این یاد بگیرید که مک ادرس هر کامپیوتر در دنیا که است یونیک است. پس به این میگه که امی آی پی ادرس تان ترانسلیت میکنیم ترجمه میکنیم با مک و بعد از اون کامیونیکیشن استابلیش میشه. یعنی هدف از ARP Address Resolution Protocol این است که مک ادرس را با چی ترجمه میکنیم؟ با آی پی. تا وقت ضرورت وقتی که آی پی ادرس ها سیم باشه، وقتی که معلومات میره از داخل سانشاین از یک کامپیوتر و میخواد که همراه علی صحبت کنه، علی در باختر است، این معلومات که از کامپیوتر باختر میره سانشاین میره با باختر، وقتی که در باختر نتورک میرسه و میگه او درست است ما هم میخوایم آی پی داریم و این از کجا آمد این کی است؟ پس آر پی میگه که نه درست است شما کانفیوز هستین، ما اینمی مک ادرس است، آی پی ادرس شما سیم است همراه جانب مقابل ولی مک ادرس هر کامپیوتر متغیر است. پس چی کار میکنه؟ اتومات امی مک ادرس را ترجمه یا ترانسلیت میکنه. خب ببینید این بود موضوعات درباره قوانین. ما شما قوانین موضوعات تکمیل کنیم ولی میبینیم عملی کارایش که چه قسم عملی میشه و چه قسم استابلیش میشه. ولی میبینیم با یک موضوعی دیگه متوجه باشین. موضوعی که ما شما بحث میکنیم دیگه این است که میدیا است. میدیا وسیله است که به خاطر انتقال معلومات استفاده میشه. اگر ما شما رو بخوایم که معلومات انتقال بدیم در صورت ما ضرورت به میدیا داریم. شما میبینید اگر ما شما از این کامپیوتر میخوایم
معلومات انتقال بتیم به کامپیوترهای دیگه، پس دو صورت ما ضرورت به چیز داریم؟ ضرورت به میدیا داریم. اگر میدیا نباشه ما نمیتونیم این کار انجام بدیم، ما نمیتونیم معلومات انتقال بدیم. فرض کنین ما میگیم که اینجا مکمل قوانین برای شما نشان میده. شما میگین که اینجا DNS برای ما نشان بدین، ARP نشان بدین، تلنت نشان بدین که چه قسم اینا کار میکنه هر یکش. ما میگیم مکملش برای ما نشان بدین و باید پلی هم شو. تو پلی شو آر در اینجا هم برای شما نشان میده. ببینید با که تریسر است. خب هدف از این است که اینمی میدیا که نباشه ای که بله این معلومات از این کمتر نمیشه ای کمتر بود. ما میگیم که میدیا وسیله است که به خاطر انتقال معلومات استفاده میشه، ولی میدیا وسیله است که به خاطر انتقال معلومات استفاده میشه و این ولی دو نوع است. یکیش وایرس و دیگهش وایرلس است. شما میبینید که اینجا یک وایرلس لپتاپ ما میبینید. نشان اینجا بانی می دیوایس. این دو لپتاپ است. وقتی که ما میخوایم از اینترنت وایرلس استفاده کنیم در صورت ما ضرورت بداریم به چی بریم؟ با وایرلس کارت باید بسته کنیم در کامپیوتر. چی باید بسته کنیم؟ امی قسم ببینید اینجا خدمات وایرلس برشون داده میشه. ولی این هم میدیا است وایرلس و امی قسم وایر هم میدیا است. پس میدیا چه قسم تعریف میکنه؟ میدیا وسیله است که به خاطر انتقال معلومات استفاده میشه. اگر ما شما را بخوایم که معلومات انتقال بدیم یا توسط کیبل ما این معلومات انتقال بدیم یا توسط دیوایس وایرلس. یعنی دو قسم میدیا داریم، یکیش وایر است و دیگه‌اش چی است؟ وایرلس است. خب این که وایرلس چه قسم جور میشه، چه قسم استابلیش میشه، ما شما باید چه قسم جور کنیم. درس داریم درباره وایرلس کانفیگریشن، نتورک وایرلس جور میکنیم و امی قسم وایر هم میخوایم که میشه این هفته باشه یا هفته آینده باشه. شاید این هفته ما شما سرشان کار کنیم که چه قسم بکینگ کبلینگ و دیگه چیزا میشه. پس ما شما یاد داریم که میدیا دو نوع شد، یکیش وایر شد و دیگه چی هست؟ وایرلس است. بعد از او میدیا امی وایر که است، وایر کیبل، وایر باز بسینه است. یکیش کاپر کیبل است و دیگهش کوکسل کیبل است و دیگهش فایبر اپتیک کیبل است. کاپر کیبل یک کیبل میسی است. کیبل چی است؟ میسی. کی کیبل باز دو نوع است. یکیش UTP است و دیگهش چی است؟ STP است. UTP چی است و STP چی است؟ Unshielded Twisted Pair Cable و STP Shielded Twisted Pair Cable. UTP کیبل است که کدام پوش بیرونی زرورقی نداره و STP یک پوش بیرونی زرورقی داره. اینمی کیبل اگر شما پوست کنین این کیبل پس از این پوش کدام پوش زرورقی نداره. ولی اینجا یک کیبل سفید است اونمو کیبل، ولی اون کیبل که است او اگر پوست کنین پس از این پوش یک پوش زرورقی دیگه داره که او برنامه STP یاد میشه ولی EUTP است. هر دو کیبل یک کار انجام میده. هر دو کیبل است که کامپیوتر را کانکت میکنه ولی او مقاومت داره نظر به این. اگر ما اینا میخوایم که اوتساید آوتدور این همی تعمیر همراه یک تعمیر دیگه واسطه کنیم دو صورت ما ضرورت بداریم که از STP استفاده کنیم. چرا؟ STP مقاومت زیاد داره نظر به UTP و اینمی UTP و STP که است تا 100 متر کار میکنه. چند متر؟ 100 متر. اگر از 100 متر این کیبل اضافه میشه
بعد از او سیگنال ویک میشه، ضعیف میشه. ما مجبور هستیم از دیوایس های مختلف مثلا بریج سویچ دیگه و دیگه است از او استفاده کنیم. و این را هم یاد بگیریم که بالا که است این فول دوپلکس است. هدف از فول دوپلکس چیست؟ هدف از فول دوپلکس است که همزمان اگر ما دو کامپیوتر کنیکت میکنیم توسط امی کیبل این امکانات است که معلومات از این کامپیوتر بره به او کامپیوتر و او کامپیوتر همزمان معلومات روان کنه به این میگه فول دوپلکس. یگان که بالاست که هاب دوپلکس است. هاب دوپلکس به این معنی که معلومات از این کامپیوتر میره به او کامپیوتر انتظار میکنه. وقتی که معلومات از این رفت او گرفت پس از اون میتونه که روان کنه معلومات به این میگه هاب دوپلکس مثل مخابره. و فول دوپلکس به این معنی که همزمان این کمیونیکیشن انجام میشه مثل تلفن. یک کمیونیکیشن دیگه در نتورک وجود داره که به نام سیمپلکس یاد میشه. سیمپلکس به این معنی است که کمیونیکیشن از یک طرف میشه از طرف دیگه نمیشه. مثل چی؟ رادیو و تی وی. و این که بالا که از یو تی پی، اس تی پی یا انواع مختلف داره. کت 1، کت 2، کت 3، کت 6، کت 4، کت 7. فعلا در بازار کت 7 هم آماده در مارکت. اگر ما شما دیگه که بالا هر که بالا خریداری میکنیم نظر با کاتگوری است. اینجا نمیشته است. اینجا کت 6 نمیشته است. یعنی در هر که بل دو پهلوش نمیشته می باشه که کت 2 است، کت 3 است، کت 6 است. و تصادف کار میکنه و این خودش یو تی پی است. و هر کاتگوریش فرق داره در سرعت انتقال معلومات. کاتگوری 1 تنها به خاطر تلفن لاین استفاده میشد. کاتگوری 2 میتونه که 4 مگابایت پر سکند 4 ام بی معلومات در یک سکند روان کنه. کاتگوری 3 میتونه که 10 ام بی معلومات در یک سکند روان کنه. کاتگوری 4 میتونه که 20 ام بی معلومات روان کنه. کاتگوری 5 میتونه که تقریبا 100 مگابایت پر سکند معلومات انتقال بده. یعنی هر کاتگوری که آمده با یک تکنولوژی بالا آمده. این خوبیش دیسته که اگر ما دو کامپیوتر کانکت میکنیم ما همزمان میتونیم که 100 ام بی معلومات روان کنیم. اگر کاتگوری 2 استفاده میکنیم تنها 4 ام بی معلومات میتونیم از یک شبکه به شبکه دیگه انتقال بدیم. در اینجا ما میدیا داریم. بله؟ او ببینید اینجا ما کبلا داریم. کوکسل کبل است. سریال است. یک کوکسل کبل است. ولی در اینجا کبلای فایبر اپتیک است. و امکسم کراسوور کبل است. استریت کبل است. و امکسم کانسل کبل است. خب این چی است؟ به خاطر چی استفاده میشه؟ و به خاطر چی یوز میشه؟ میشه شما عملی ببینید سافت است. میتونم میکسم بگویم که به صورت عموم میدیا دو نوع شد. وایر شد و دیگه چی شد؟ وایرلس. و وایر چند نوع شد؟ سه نوع. کاپر کبل شد، کوکسل شد و فایبر اپتیک. کاپر کبل باز به دو نوع شد. یو تی پی شد و اس تی پی. فرقش دی است که یو تی پی پوش بیرونی ضرورتی نداره ولی اس تی پی یک پوش بیرونی ضرورتی داره. عموما اگر مردم outside of organization نتورک کنیکت میکنه دو صورت ضرورت بیست که ما باید به اس تی پی بریم. اگر در داخل اداره ما شبکه را کنیکت میکنیم دو صورت ما ضرورت به دی داریم که بریم به یو تی پی. و کاتگوری داره هر دو کیبل. کاتگوریش از یک شروع شده الی 7 فعلا در مارکت اویلیبل است. و تا 100 متر میتونه کامپیوتر را کنیکت کنه. و یکی از فول دوپلکس است. یعنی کمیونیکیشن دی کیبل از هر دو جانب چی میشه؟ همزمان انجام میشه. این همه شکلی کیبل است. اگر شما یک کیبل پوست کنید یک کیبل 4 جوره داره و 8 دانه کیبل در داخلش است. ما شما عملی کار میکنیم سری میبینیم. در اینجا یک کانکتر استفاده میشه در یک کیبل ها که یک کانکتر برای چه میشه؟ RJ45 و این RJ45 است که امکانات میده که کامپیوترهای مربوطه را همراه دیگه کانکت میکنه. ببینین یک از 10 الی 100 مگابایت پر سکند معلومات انتقال میده.
زیاد قیمت نیست، کنکترش سمال است و تا 100 متر کار میکنه. ولی کیبل دیگه که از کوکسل کیبل است، این کیبل فول دوپلکس نیست، این هاف دوپلکس است. اگر ما ایره میخوایم که معلومات روان کنیم از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه، از این کامپیوتر که معلومات میره به کامپیوتر، او باید انتظار کنه. بعد از وقتی که او گرفت، او میتونه معلومات به کامپیوتر روان کنه. و این خواصی کدام کیبل است؟ کوکسل کیبل است. کوکسل کیبل که است، این 4 بخش داره. بخش اولش از میس آلومینیوم تشکیل شده. بعد از او یک پوش پلاستیکی است. پس از او یک پوش جالیدار است و بعد از او یک پوش بیرونی است. و این که بالا از 200 الی 500 متر کار میکنه. از 200 الی 500. و این از یک کنکتر استفاده میکنه که این کنکتر به نام BNC یاد میشه. شما این کیبلا را در تلویزیون هم استفاده میکنید در خانه. در خانه کدام کیبلی که کنکت میشه همراه تلویزیون در انتنش. او چیز؟ او کوکسل کیبل است. فعلا در نتورک مردم به این کیبل زیاد نمیره. چرا درست نیست؟ هاف دوپلکس است. کوشش کنید که باید فول دوپلکس در شبکه استفاده شه. کمیونیکیشن زود انجام شه. کیبل دیگه که بهترین کیبل است و شبکه اینترنتی فعلا در دنیا به این طرف رفته به این تکنولوژی، او فایبر نوری است. فایبر نوری کیبل است که 40,000 سیگنال در یک وقت روان میکنه. فایبر نوری این کیبل است که مخابره، تلفن، اینترنت، هر قسم سیگنال از این کیبل تیر میشه. فایبر نوری کیبل است که تحت بحر، یعنی زیر آب کار میکنه، زیر زمین کار میکنه، در آفتاب کار میکنه، مشکل نیست برشان. و اینمی فایبر نوری است که فعلا دارک فایبر آمده در مارکت، او تقریبا 120 کیلومتر کار میکنه. و این که بالایی که از پیش بود او تقریبا 2 کیلومتر کار میکنه در فایبر نوری. ولی نقص کلان که دیگه کیبل وجود داره most expensive. شما مجبور هستین زیاد پیسه داشته باشین. پیسه را باید زیاد پیمنت کنید. قیمت بهاست. این از یک کنکتر استفاده میکنه که کنکتر فایبر نوری برای مولتی مود یاد میشه. کنکتر فایبر نوری برای چی میشه؟ مولتی مود. اکثرت شبکه‌های کلان که هست میره به اینمی کیبلای چیز فایبر نوری. شما میبینید این شکلش کامپیوتر کانکترز کیبل آمده سویچ و بعد از اون کانکتیویتی داره. مکمل خلاصه ای که بالا اینجا ذکر است. UTPS، STPS، کوکسلس و فایبر نوری است. سوال دیگه است که چه قسم میتونیم این کیبل جور کنیم؟ چه قسم میتونیم این کیبل جور کنیم؟ مثل که آره جور شده. این کنکتر اینجا بسته شده. ما میتونیم 3 قسم کیبل جور کنیم. یک استریت است. استریت کیبل به خاطر چی استفاده میشه؟ این کیبل است اگر ایرا بخوایم که کامپیوتر وصل کنیم همراه سویچ دیفرنت دیوایسز اینمی هم دیفرنت است و ضرورت بداریم که استریت کیبل باید دیزاین کنیم. کدام کیبل؟ استریت کیبل کدام دیزاین است؟ اینمی دیزاینش است. اینجا باید رنگ شما منظم کنید. داخل اینمی کیبلایی که داخل یا RJ45 میکنید اینمی رنگا باید منظم شد. براون وایت براون، گرین وایت گرین، بلو وایت بلو، اورنج. این ترتیبش است. خب وقتی ما شما این رو میتونیم یاد بگیریم که شما عملی کار کنید. تا وقتی عملی کار نکنید کیبل یاد نمیگیرید. خب میشه شما عملی کار کنیم سری. کیبل دیگه که از کراس اوور است. به صورت عمومی میگم یاد میگیریم که استریت کیبل است که به خاطر وصل ساختن دیفرنت دیوایس استفاده میشه. ولی کراس اوور کدام کیبل است؟ اگر اینو بخوایم که کامپیوتر تو کامپیوتر، سویچ تو سویچ، راوتر تو راوتر. اینمی کامپیوتر است. شما در خانه کامپیوتر دیگه هم دارید. میخواین هر دو کامپیوتر وصل کنید. دو صورت ضرورت بداریم که کراس اوور کیبل باید چیکاریم؟ دیزاین کنیم، جور کنیم. و رولوور کیبل باز کدام کیبل است؟ این کیبل است که به خاطر کانفیگریشن راوترها، سویچ ها و دیوارهای آتشی استفاده میشه. اگر ما شما رو بخوایم که این دیوارهای آتشی را کانفیگریشن یا ارساجی کنیم، به صورت ما ضرورت به رولوور کیبل داریم. اینمی اینجا شما کیبل میبینید که فعلا بسته است. اینمی کیبل به نام رولوور است. اینمی سابس کیبل. ما شما خیر جور میکنیم. یعنی به این معنی که 3 قسم کیبل داریم. استریت شد، کراس اوور شد و دیگه چیز؟ رولوور. اگر کامپیوتر همراه سویچ بسته میکنیم استریت کیبل، اگر کامپیوتر همراه کامپیوتر کراس اوور، اگر بخوایم که دیوایس ارسازی کانفیگریشن کنیم ضرورت به چی داریم؟
رول بر. خب یکی چه قسم جور میشه، دیزاینش چه قسم میشه و چه قسم باید ما بسته کنیم. و دو استاندارد داریم T5 6 8A و تایپ B و تایپ A سیسکو. وقتی که ما این رو جور میکنیم ما میتونیم این را از عملی استفاده کنیم. چه قسم جور میشه در این روزا ما شما عملی سری که بلا کار کنیم، ولی به صورت عمومی باید یاد بگیریم که سه قسم کبل میتونیم جور کنیم و کبل سه قسم است: کاپر شد، کوکسل شد، فایبر اپتیک شد. بعد از کاپر کبل یو تی پی و اس تی پی شد و پس از قسم میگیم که سه قسم میتونیم کبل جور کنیم: استریت کبل، کراسوار کبل و رول بر. و میشه عملی ما شما ببینیم وقتی که عملی را دیدیم پس از او باز دیگه همین موضوع برای ما کلیر میشه. تا غیر از او کلیر نمیشه.